سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روز من سعی شد مرغ بازی میگفتم چقدر مرغ بخوریم. ساعت گوام ساعت چند؟ ساعت 1:42 شب راستی گپ. بعدی یعنی زاد روزی مامای صبح ما امروز توی میریم برای سلات کنی. من مرغ پختم دکتر 10 کیلو مرغ پختیم. من همینجا به همه پسودای شوشتم و نمیشه جمع کردم نمیتاش من همینجا به ایستادم. گفتم همین مرغ یعنی پخته گیرم اولو بعد یعنی موندگی کار نکنم. راستی شاورم زکات فکر کردم گفتم خدا میپزنم گفتن خوبشون بود راستی حالا کشتن امروز راستی یاردم دادن کم خیلی کارو بورم یعنی زاد روز مامای صبح بیاد خوشتنگی خیلی مثلا شاورم میونم به ایستاده یاردم میکنم. من از من یعنی دو سی پارتی نمیخواد پخته کردم دکارز این یکم پارتیاش. من یک دیگه خمیر کنی یعنی گوشت می دم بود یعنی پر بود یک پارتی پختم از من دویم پارتیشه یعنی لیست بمیچینم. چه زکاتوفکا کریم بیاد ملویمه کی نخشو. من مرغ نگاه کنی چه پخت بیاد ملویمه کی خیلی بوی خوشرو میکند نقص یعنی زگاتوفکا کریم ترسا خیلی ملایمی خوشرو پخت برای یعنی نریسکی سالات. دویم لیست شلکای پخت زمین های همش پخته گیرم راستی همه روز از ساعت 7 سحر حالا من تا همچوقه راستی فقط راه کشتم. من دین رجدینی بود بعد دین رجدینی من تیاری برای توی خیلی خدا قوتیت خیلی دسترخوان مردم آباد کنیم انشالله خدا با خوش قوت میتید. تا ساعت 4 صبح یعنی مرغ پختم البته ساعت 9 سحر شد ما یعنی توی به تیاری من دو تا پدناشچه دو پچکه گرفتم یعنی دو کرابکه برای یعنی انمون توی خواننده کارگرای تاجیکای خودمون زنها زکاس کرده بودم برای هموها گرفتم. البته من ما روح بسوی یعنی توی خانه گرفتیم اما انچه دور 25 کیلومتر دور همون توی خانه یعنی شمیرم ما یعنی تاکسی کتی رفتاسیم راه به ساعت 9 سحر بود. قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جوالي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جوالي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها برجالي. يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجاي جمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي جمعي مضوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاي جمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي جمعي مضوي. من ما آمدیم با همون یعنی توی خانه شمیرم به همین پشتش یعنی
кухни. Зам кухни بریم برویم. من مالکای درآمدیم یعنی کار سر کردیم ما یعنی سالاد تربوز می خربوزای ریزه کننده کار یعنی اول زگتاف کتایم کنیم همش ریزه کره مونده بعد یعنی طبق به میچینیم من شوهرم یاردم کنن که به شوهرم راستی نمیتونم برای اینکه اینا خوشرو ریزه میکنن من خیلی با گلچه من با درینگا که میسازم خیلی کو چخیل یعنی فرمایش دیم توی خانه انم اونجا بمیشه نازو کخونه به انم اونجا بمیشه توی نه آشی نکاهی کتابه اونجا از اشکینی علی سحر بودم به خشکینی من این ستال من این گونه این سلاتی نریز که تیار کردم من نمودش چخه شد یک ستال با این 3 طبقی موندیم برای مردها فقط ستال 22 تا ستال بود هر یکش به یعنی 30 تاگی نمیتر یعنی تیار کردیم ستال با چیزی بسیارش نفقط چیزی میخوردگی آبو امی کمتر قند و میوگی و پیسته و بادام و انمین مایدگی ها انمین نمود یعنی سلات یه بار تیار کرده یعنی مونده نگاه کردم که چی خیلی میبیاد زگتافکار تیار کرده سر میکنیم پیش یعنی سلات چیندنه من همینجا توی خانه آشی نیکا حاضریم رست یعنی حال نمین از طلب سلات کردم یک نمود سلات از تربوز می آرایشه یعنی کریم قطعی همراه برای مردکا بودم با خیلی پیچینی خیلی ماندگی آش مردکا آش میکنن من اینجا من استال اونجا جای زن ها اونجا توی دیگه شهر ایرکوتسک کنده پس اینجا آشی نیکا من می سلطه های ساختم من توی خانه 70 تا استال می چخیر هر یک استال به 3 تگی سلات تربوز ریزه کنی من علاقه تویم سر شد راستی من وقتم نشد ویدیو کنی به انا اینجا شکراب فقط شکراب طرفی واروخی و پمیدارو یعنی پیاز میکریم انا میتاب برای آش تیار کریم پیش افتیانگا و بورساز روی استال با آدمای آمدگی با من اینجا با چای دم کنی توی خیلی چای کلام بسیاری انا آشم تیار شد ما هم آش خوردیم یعنی سرمجان شدیم کارو برامای تمام کرده رو بسوی خانه ساعت 5 بیگاه شد لکه ما با من قریب خانمو رسیدیم راستی هلاک بودم خوابم برده از کمتر ماشین به راه ما با انچه دور بود برای همین کمتر یعنی رفته آمد دورتر خیلی تاکسی رفتیم و خیلی به هر حال دور می بود امروزه یک روزی ما شکر خدا همش نست من ویدیوهای دستگیری کنید کانال دستگیری کنید انشالله باز بعد 1-2 روز دیگه توی میریم همون توی خانه با این صف نصیب باشد ویدیو با پرتر میکنم این صف یعنی کلیندو دامادم هستین پرتر میکنم دوستان باقی در پناه خدا باشید کانال دستگیری کنید یارو دوستای دعوت کنید انشالله باز با دستگیری شما من باز ویدیوهای بهتر و بهتر میکنم با ویدیوها انشالله بهتر و بهتر چیزای لازمه فایده‌ناک برای شما میشد باقی در پناه خدا دوستان